دل از کس که در این دهر روی که نگردد ز تو روی کتاب است. درود بر شما بینندگان عزیز، در کتابخانه ملی تاجیکستان قرار داریم و چنانکه که میدونید دور جمهوریوی این آزمون برگزار گردیده ایستاده است و اینجا ما قرار داریم برای ثبت و انعکاس روند این آزمون و عین زمان صحبت خواهیم داشت با یکی از اشتراکچیان این آزمون و بیاید سرآغاز با این اشتراکچی از نزدیک شناس میشویم. سلام علیکم، نام شما؟ میرزا علی مامورجان هستم، اشتراکچی آزمون. از روی نمینه خواندن و اجرا نمودن آثار ادیبان بچگانه شرکت ورزیده، زیاده از 370 شعر از بر نمودم. بینندگان عزیز، برای ما اطلاع رسید که مامورجان عین زمان یعنی در نزد اعضای حکمان برآمد خود را یعنی به اتمام رسانیدند و باید با احساسات او از نزدیک شناس میشویم. خب مامورجان، شما الکی نزد اعضای حکمان برآمد کرده شدید، یعنی خود را چگونه احساس میکنید؟ هیچ ترس و هراسی نداشتم. برای چی این باوری ها در کجا است؟ با اشتراکچیان هنگامی که ما صحبت میکنیم آنها هیجان زده هستند، یعنی بدن آنها را هیجان و ترس فرا گرفته است. برای چی شما یعنی نترسیدید، هیجان نداشتید؟ برای آن که دیدم از من خردتر برآمده با به ترس جواب میدهند. من گفتم که به خود گفتم که آنها که نترسند من برای چی ترسم؟ برای همین برآمدم را ناترسانه به اتمام رساندم. یعنی شما زیاد که از خود کرده بودید به خود باوری داشتید، همین طور؟ خوب، شما چند سال میشود که در این آزمون اشتراک میکنید؟ سال یکم است. سال اول است؟ یعنی شما سالهای قبلی اشتراک نکردید، فقط تیاری میدیدید؟ همین سال من ویم رو شروع کردم، تیاریم رو از ماه فوریه شروع نمودم. برای شما کی گفت که یعنی مامورجان تو میتوانی که در همین آزمون اشتراک کنی؟ مادرم. مادرتان؟ یعنی همین شعرها رو، داستانها رو، غزلها رو همراهی کی تیار میکردید؟ همراه مادرتان؟ خب اکنون مادرم به من دسترس کرده میدادن، جایهای نافهمیش رو با من، لغتهایش رو به من میفهموندن، من از برمی نمودم. خب شما چقدر شعر، داستان، رمان حاضر کردید؟ داستان 6 تا، غزل 65 تا از ادبیات کلاسیک و معاصر. یعنی شما هم در نمینه ادبیات بچگانه اشتراک میکنید، ولی باید شما یعنی برای سوالهای الهی برای حکمان از بر نمودم. خب عین زمان برای ما میتوانید یک غزل دوست داشته خود را قرائت کنید؟ بله. خب مرحمت. گرچه من لیلی اساسم، دل چو مجنون در هواست، سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیری پاست. بلبل از شاگردیم شد همنشین گل به باغ، در محبت کاملم پروانه هم شاگردی ماست. در نهان خونم ظاهر گرچه رنگی نازنین، رنگی من در من نهان چون رنگی سرخ اندر حناست. بس که باری غم برون انداخته بر روزگار، جامنی می کرد اینک بین که پشتی ما دوتاست. دختری شاهم ولیکن روی به فقر آوردم، زیبون زینت بس همینم نامی من زیبونی ساست. تشکر زیاد مامورجان برای یک قرائت بسیار هم عالی. و می گفتید که در دورهای پیشین، یعنی در دورهای شهری ناحیوی، وقتی که شما اشتراک میکردید یعنی غالبیت رو به دست آورده بودید، همینطور در دور شهری و ناحیوی سزاوار جای چندم گشته بودید؟ در هر دوش جایهای دوم رو گرفت. جایهای دوم رو. و شما هنگامی که به مؤسسه رفتید، به خانه تان رفتید، نزد استادان، آنها شما رو چگونه استقبال گرفتند؟ خیلی استقبالی با شکوه و با شهامت گرفتن. همسنفانتان چی؟ همسنفانم یک صف کشیده من را تبریک مبارک بادی گفتن. توصیه میدید به همسنفانتان که آنها نیز کتاب خوانند؟ بله، کتاب رفیق زندگی است. به کتاب دنیا هیچ معنی ندارد. انسان است که از کتاب علم آموخت و دانش خود را صیقل داد. خب مامورجان، شما یعنی زیاد که کتاب میخوانید فکر میکنم که شاعر و نویسنده دوست داشته دارید، همینطور؟ بله. برای ما میگویید که کدام ادیب و شاعر یا نویسنده رو دوست میدارید؟ من همه ادیبان رو دوست میدارم، مثلا عزیز، استاد صدرالدین عینی، استاد آذرخش، فرزانه و استاد رودکی، حافظ شیرازی و غیره ها رو من این ادیبان رو دوست میدارم. خوب، از سردفتر ادبیات معاصری یعنی تاجیک استاد صدرالدین عینی کدام کتابهایش رو خواندید؟ کتاب آدینه، مرگ سودخور، مکتب کهنه، دختر بچه یا که خالیده رو خواندم. خوب، ما میتوانیم این زمان همراه شما در یعنی اطراف همین مرگ سودخور یعنی صحبت داشته باشیم. خب همین کتاب یعنی مقصد اساسی از نوشتن همین کتاب در چه است؟ ما باید مثل قاریشکنبه خسیس نباشیم.
اصلا نام او قاری اسمت بود اما او را قاری اشکمبه میگفتند برای همین قاری اشکمبه شد و ماند. یعنی از سبب که زیاد میخورد شکمی کلان داشت به همین خاطر همین طور. خب لحظه یعنی خاطرمانی که شما در داخل همین کتاب دریافتید کدام لحظه بود؟ وقتی که او را چی همون در وقتی نمازخوانی در وقتی که 1 ساعت پیش از مردنش میگن که قاری اسمت قاری اسمت میگن یک مردی قد پستی پکنه از قفایش میگه که بانک ها همه شکست همه دارایی بانک رو با همه 1 تنگه هم نمونده همش رو گرفتن و قاری شکمبه در این لحظه پولکم میگه و جانش رو از دست میدهد. یعنی استاد صدین عینی همین در ابراز قاری اشکمبه یک مردی خسیس رو آوردند که یعنی با مردم میگویند که انسانیت باید خسیس نباشد همیشه دستی کوشا داشته باشد. همین طور. خب این زمان برای ما میتونید که باز یگان شعر دیگر قرائت کنید. این شعر از استاد ابو عبدالله رودکی می باشد. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت نزدیک خداوند بدی نیست فراموش این تیغ نه از بهر ستمگاران کردند انگور نه از بهر نبیذ است به چرخوش عیسی به ره دید یکی کشته فتاده حیران شد و بگرفت به دندان سری انگشت گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار تا باز که ای را بکشه آن که تو را کشت انگشت مکن رنج به در کوفتنی کس تا کس نکند رنج به در کوفتند مشت. آفرین مامور جان و این زمان ما از این یعنی پاپکای شما برای شما چیزها پیشنهاد میکنیم و شما جوابش رو برای ما و بینندگان میگید میشود؟ خب انتخاب میکنیم. میپرد پر ندارد میشیند پای ندارد. برف. خوب دیگرش از آسمان افتد نمیشکند از درخت افتد میشکند. برف. جواب هر دو این برف است. خوب گل دیدم که آن بخور باشد نه در دشت و نه در بازار باشد نه کس او را خرد نه کس او را فروشد همیشه در سرش بازار باشد. علم. خوب این زمان خودتان میتونید برای ما و بینندگان یگان لطیفه گویید هم طبع ما خوش میشد هم طبع بینندگان. مایلش. خوب دو دوگانه در سر امتحان میروند و به صنف در آمدن میشن یکی از دیگر میپرسد تو درس رو تیاری میگه نه بعد میگه تو چی من تیار بعد دوگانه اول میگه من میدرایم و جواب های معلم که درست رو آورده به تو میگم تو میروی و جواب های درست رو پیشنهاد کرده به های 5 میگیری بعد آنها راضی میشوند و وقتی که اول میدارد دوگانه اولنگی میدارد معلم سوال میدهد ماشین با چه راه میگردد؟ با بنزین در تاجیکستان چند فایز پخته است؟ 100%. بعد برآمده به دوستش اینها رو میگه دوستش در آمده میستد معلم سوال میده سحر چی خوردی؟ بنزین. دیوانه هستی؟ 100%. یعنی مامور جان شما از آن همین لطیفه ها یعنی حقیقت دارن شما میدونید از آن همین حقیقت ها گرفته مردم رو یعنی با یک طور شوخی حقیقت رو میفهمونن و شما از آن همین لطیفه به خود چی گرفته؟ به خود گرفتم که باید ما هیچ سخنی هیچ کس رو باور نکنیم یعنی انیقترش هر شخص باید به خود باور داشته باشد و البته بعد طالب علمان گفته می شود که با درس با تیاری روند همینطور باید به خود باور کنند نه به کسی دیگر. خوب ما نیز به شما یعنی باور میکنیم و همراه شما انتظاری میکشیم و آرزو میکنیم که شما در همین آزمون یعنی غالبیت رو به دست آورید و به مانند همین روز یعنی کتابخوان باشید شعر دوست باشید یعنی شعرهای زیاد رو از یاد نمایید و در آینده شخصیت موفق شوید و موقع خویش را در جامعه پیدا نمایید. خوب بینندگان عزیز صحبت داشتیم با اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب از مامور جان و اینجا صحبت ما به پایان میرسد ما رو همراهی نمایید چون که در پیش شما را صحبت های جالب